این خالی حالا بریم به سراغ چیز جدید. سلام به تو. خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از کانال گموریا. داخل گموریا اومدیم و یه ویدیو خاص براتون داریم. گفتیم همه کارامون رابطه با گیمینگ و تکنولوژی و چیزی که کلا هر چی ربط به گیم داشته باشه و سر قولمون هم موندیم. امروز اومدیم 2 تا آنباکسینگ فوق العاده داشته باشیم. اولیش چیه آقا ایلیا؟ تو خریدی من نمیدونم. خب اشکال نداره من میگم. اولیش ایسر نیترو وی 16. نمیدونستم. آره لپتاپ میان رده گیمینگ. اونقدر چیز باحالی نیست ولی بهترین قیمت، من چون خودم حالا یه حالت تخصصی دارم تو این کارا، بهترین لپتاپ که میتونید تهیه کنید با مثلا اون بودجه مورد نظرتون اینه و از دیجیکالا نخرید. تخفیفاش هم که دیدیم دیگه. خلاصه تخفیفاش چطوری بودش؟ آره مثلا این لپتاپ من مثلا حالا یه قیمتی هولوش 115 113 اینو خریدم تو دیجیکالا با تخفیفش 122. اول بریم لپتاپ قدیمی رو نشون بدیم که میخوایم بندازیم دو. این لپتاپ قدیمی بود. ریسرچ آف مثلا میتونید او طرف بکن. او طرفش کدوم؟ او طرف رو طرف آفرین. آره این که داریم میبینین لپتاپ ایسوس M570 دیدی بود که لپتاپ قدیمی بود، گارانتیش هم هیچ وقت استفاده نشده بود. خیلی جالبه، هنوز جلوش هستش. حالا چرا اینقدر من چون از پیش آشنا خریده بودم نیاز به گارانتی نداشتم، به یارو میگفتم برام پس میفرستم. این از این. مثلا میخواد یه پارتی داری؟ آره میخوام برم کلوف. و این حالا خود کارخونه 1 ترابایت برای سال 2020 بود که 1 ترابایت بود. GTX 1050 60. خب بریم سراغ آنباکسینگمون. این لپتاپی که ما گرفتیم براتون چرا رو باز شده؟ خب از دیجیکالا خرید کنین دوستان. جای دیگه هم شما رو ایسر نیترو. خب کار جبره مثلا دیگه پاره شد. این خود زومش چیزه. گارانتی 1.5 سال داره، گارانتی 2 ساله نداره و قوانینی هم که گذاشتن خیلی برای گارانتی سفت و سخته. یعنی گارانتی هر چیزی رو قبول نمیکنه. حتی 3 تا پیکسل هم داخلش بسوزه میگه 3 تا پیکسل چیزی نیست. آره بیشتر از 3 تا پیکسل بسوزه من بعد استیدی تازه اگه بشه عوض که اگه عوض نشه دستگاه همونجوری با استفاده کنه. باید دستگاه بری تا اول کاری براش بکنه. اگه میکروفون بهش بزنی میکروفونت خراب باشه اونو خراب کنه به من ربطی نداره. اگه مثلا میکروفون سوکتت بشکنه به من ربطی نداره. از پله پرت. خب بریم باز کنیم. من باز نکرده بودم، عجیب بود درش باز بود. روز بنده به چوز پیوند. نه چسب داره که اصلا بده من. دوستان هر جا که کارتون گیر کرد مشکل به تیزی داشتین من ما در ارتباط در کانال دیسکورد ما به من دی ام بدید. فن میزنم او نکنیم. مرسی خیلی ممنون. جنبه نداره. خیلی ممنون. اینا اینجا چسب داشت دیگه. با چی واسه کنه جنبه رو کنید خب بیا واسه بیا فکر کنیم شیری باز می. آقا من فقط منتظر موندم با شما بازش کنم، خودم باز نکردم. بری کن. این موس اشانتیونی که به من برش فرستاد، اشانتیون مارک برند ایسوس. یه دونه از اینا داشتم توی 1 هفته خراب شد. آره من گفتم آنتی ویروس میخوای یا اینو؟ من گفتم اینو. آنتی ویروس که ما ترک بازی میکنیم به درد ما نمیخوره. خب اول اصل چه وزنی داره اینو فعلا میخواد بذاره اونور متعلقات رو نشون بدم. از لاپله پرترام نه خب گارانتی داره. یه سری مدرک پرترک داره مثلا به قول اون یارو. چه بویی میده.
خب شرکتی که اینو به ما داد گفت که این خودش 512 اما شرکت ما براشون اعتراض کرده بخاطر این دستگاه باز شده بود از قبل به احتمال زیاد. معلومات حقوق الطبع و النسخ التعالی. این نمیدونم چیشه، خیلی عجیبه. مو رو میزنه. اوه چی شد؟ پاسپورت داره. چرا؟ تو پاسپورت داری؟ آره با فکرم تاریخش گذشته. خیلی کیفیت همیشه انگار خیلی نمیدونم چرا. خب اونجوری که با ما گفته بودن پاورش میگفتن خیلی براش کمه و این جالب اینه که این اصلا پاور خود ایسر نیست. میگم پاور کدوم شرکت رو برداشتن دادن ولی پاور ایسر نیستیم. جالب نیست؟ آقا ایلیا خیلی شکایت کرده بودن داخل اینترنت آقا این لپتاپ خیلی قدرتمنده و باید پاور قوی داشته باشه. اون پاور جوابگوش نیست و نه چرا ایسر ولی خب به شرکتش اینجا نمیشه چی؟ آلتا ولت دیگه دبلیو بخش 135 واته. همون گفتم اشتباه دارم 135 واته ولی میگفتن این جوابگوش نیست. چرا دو هم سیم ایرانی گذاشتن معمول هم سیم خارجی و ما از این استفاده میکنیم. همیشه یادتون باشه این سیما رو بعضی کسخلا برمی‌دارن از اینجا میبرن اینطوری درست میکنن یعنی برای تبدیل نمیگن. به خدا جدی دارم میگم هیچ وقت این کارو نکنید. دیدم که میگم. خب اینا بره کنار. خب لپتاپو بیار اینجا کلی کار داریم. Thank you. برسیم به اصل ماجرا. این غول البته غول میان رده چند تا قابلیت داره. یک اولین قابلیتش آخرین نسل یا حداقل میشه گفت بهترین نسلی که حالا ما تو کشور داریم نسل 14 اینتل 14650 HX. HX برای لپتاپ‌های گیمینگ بیشتر به کار میره و این خودش خیلی اهمیت داره داخل لپتاپ اگه بدونی. این خونه توش تو خونه. اوه شت چقدر خوشگل این سکسی بویا. اون چیه؟ این دست یاروه فکر کنم اینجا لکش بود. و با کارت گرافیک 4060 و خود شرکت 1512 بود که گفتم یه ترا برام کردن به اضافه 16 گیگ رم ولی پورتاشو سیستم کولینگشو که الان دارین میبینین بهترین سیستم کولینگ به نظر من چون دوتا جدا داره. ببین دراز 200 نانومتر بهش میگن فکر کنم یه چیزی بهش میگن که قدرت نورشه که ازش میاد بیرون خیلی زیاده. اینم برخلاف همه لپتاپا این 10 معمولا همه لپتاپ 9x10 10x9 بهش میگن نه 19 نه تو الان بنال همیشه عرض از طول کمتره تو لپتاپ‌های دیگه این بی عرضش ولی میدونم اینش بلندتره. حالا اون ابعادشو نمیدونم چند در چنده و اینکه یه خاصیت دیگه 165 هرتزه. لپتاپ‌های دیگه مثلا اگه بخوایم به سری تاف اشاره بکنیم یا به سری حتی HP اشاره بکنیم این قابلیت رو نداره یعنی 165 هرتز نیست مانیتورش. جنس بدنش با اینکه پلاستیک خیلی خوبه سیستم کولینگ خیلی خوب داره RGB داره و اینکه چون ایسره یه سیستمی داره که حتی فناش هم میتونی مدیریت کنی داخل خود لپتاپ. یه چیز کامل و آماده و کم قیمت اصلا خوش قیمته لعنتی اصلا روی این طراحی شده کار شده. جالبیش همینه. این پیچ هم زدم برای اینکه ضمانتنامه رو چیز نکنیم. این دو فن خروجی دو تا فن داخلی داره که جداه. سی پی یو این وره جی پی یو این وره اگه اشتباه نکنم هر کدوم هم یه دونه پایپ فیلتر بینشون دارن که باعث میشه قشنگ گرما رو پخش کنه. دستگاه حالت سیستم کولینگش فوق العاده است. پورتاش یه دونه CO2 این ور یه دونه CO2 این ور یه دونه لن جک 6 هم داره
به اضافه اون پورت تایپ C و شارژش و HDMI که پشتش و خیلی قشنگ و جالبه، به درد من خیلی میخوره. اینو باز نکرد. این مهمه، خیلی مهمه. جایزه بود. بوی پلاستیک زباله میده. زده ایسوزه ولی فکر نکنم ایسوز همچه آشغالی بسازه. نه دیگه این چیز دیگه شبیه اون چی میگن؟ ولش کن. خب آقا داشتم اینو میگفتم، این حرف به این مهمی نمیذاره بزنم. ما 3 تا لپتاپ میان رده که بتونیم ببینیم میخریم. یه لپتاپ HP ویکتوس، یه دونه تاف سری تاف گیمینگ تاف و یه دونه این ایسر نیترو که ایسر نیترو به نظر من از همشون کم قیمت‌تر، خوش استایل‌تر و کوالیتیشو دارم میبینم خودم کیف میکنم. واقعا اندازه میان شبیه میان رده نیست، یعنی انگار لپتاپ های کوالیتی خریدی. متوجه اینا های کوالیتی ها میشن کدوم ها؟ میشن آروجی لپتاپایی که دیگه از مثلا مرز 150 میرن بالاتر، 200 اینا. مثلا 4070 تی، 3070 3080 تی از اینا استفاده میکردن که خب الان در حال حاضر دیگه 3080 نسلش گذشته، پس استفادهش حتی 3080 تی شاید، یعنی شاید که مطمئنا از این 4060 قوی تر باشه. اما مهم اینه که نسلش گذشته و دیگه همچین لپتاپی تولید نمیشه و ما تازه می‌خواستیم بخریم نو باشه. این 3 تا برندی که گفتم، این 3 تا میان رده‌ای که میتونین با این بودجه مثلا از بین 80 تا 120 اینا 130 هم میتونین خریداری کنین، بستگی به جای داره که خریداری می‌کنین. دیجیکالا نه، دیجیکالا یه خورده درده. دومین موضوعی که می‌خوایم باهاتون صحبت کنیم راجع به شرکت تسکو. تسکو خب خیلی وقته وسیله میزنه ولی این چند سال زیاد خوب نبود. نه ببخشید، سال اوایل زیاد خوب نبود. این چند سال داره میترکونه، کوالیتی و ایناشو نگاه میکنیم میبینیم خوبه اینا، ولی حالا میخوایم ببینیم واقعا چیه. به خاطر همین من که میخواستم یه دونه کولپد عالی برای زیر لپتاپ بگیرم، ولی خب به نظر بچه‌ها گفتم برو تسکو رو امتحان کن، تسکو دیگه مثل قبل نیست. این همون چیزی که من قبلا داشتم، مارک تسکو میکنه ولی چند وقت خراب شد. نیم چرا همیشه یه هفته خراب میشه. یه هفته کلا یه هفته. آره حالا مشکلش چی بود؟ این مثلا میزنیم. خب الان فکر نکنین چون پاور بانک اینجوریه، یعنی تو چیز اینطوریه با اینو باش میدونی مثلا این آخره ممکن یعنی کمه، یعنی آخر میزنه یه از این بیشتر رو. خب نکن این الان یه خورده با باش بازی یه فنش داریم، همون یه فن. الان بهت میگم نکن یه خورده با بازی کنی، یه صدایی میشنوی. وقتی اون صدا رو میشنوی واقعا میبینی چراغش خورده خاموش روشن میشه. اینو اینجوری میکنی الان درست، الان داره بگی باد میاد. خب ولی وقتی اینو کامل بزنی یعنی چی؟ خب اینو کامل بزنی کمتر میشه، ولی اینو یه خورده بکشی بیرون کلا خاموش. چاقو دوباره اینجا دیگه میبینی کار تخصصی. خب الان میزنیم دوباره به فن همون مدل. نه دیگه نه روشن نمیشه، هر کاری بکنی روشن نمیشه. من یهو دیدم یه روز از چیز افتاده اینا انگار برق به همشون نمیرسه، این دوتا کوچیک روشن ولی توان به حالا ببین اگه من اینا رو بکنم چی اتفاق میفته. روشن‌تر شد. اینو بکنم چرا؟ چون تسکو چرا؟ این حالا بریم سراغ چیز جدیدمون که وقتی یه چیز جدید پیدا میکنی چیز قدیم را فراموش نکن. همینطور دوست، همینطور چیزهای مختلف، همه چیز دوست فرق میکنه با فن. فن سیملزینی دوست با فن یکیه. فوتم میکنی هات باشم میتونی کولم کنی اگه خوب جا بره برق اولی چیزی که راجعش این لیبل هایی که میبینید یه دونش نصفش نیست. این اولین چیز، این یکی لیبل هست. البته این هم 2 تا روشه،
از این بکنن دونن روی آره این چقدر راحت کنید شد 2 تایه قشنگ 2 تایه. این از دیجیکالا خریدی نه؟ آره این از دیجیکالا. شاید مثلا اونا یه باز کردن نگاه کردن ببینن درسته یا نه چیز چرت و پرت هست. خیلی خروجی داره. درو همیشه مزاحمن. از پهلو باید باز کنی. خب پکیجینگ عالی. آره. قشنگ. خدای قشنگ. خدای قشنگ ساده. چی؟ بریم میشیرم. داخل جعبه یه دونه کابل تایپ سی میاد که وقتی این خاصیتش به برنده دیگه یه چیزی بود. یه برند پیدا کردن میمو بود فکر کنم اسمش، اونم کارش فن و کولینگ و اینا بود که برای گوشی برای همه چی کولینگ میساخت. خب اونم دقیقاً همچی ماجرا سیستمش همین شکلی بود. الان بهتون میگم سیستمش چه شکلیه، ولی خب پورت نداشت. این 3-4 تا پورت یو اس بی داره که یه دونه تایپ سی داره، با تایپ سی میزنی لپتاپت، بقیه پورت‌ها مثلا انگار بیشتر میشه پورت‌ها. خب اینم بریم هست جایزه؟ نه جایزه نداره. شارژرش این شارژرش هم این موثر شیرینی بده. اینم 24 واته. این موثر شیرینی بده واقعا. اون فنی که داغون کردم براتون. ناکن بالاخره 8 تا موز گیمینگ داره خونه. این سبکه، این سنگینه، این ریزر من خوشم نمیاد. این چیه؟ چیه؟ دودول داره. اجاست فن اس بی آ میتونی مثلا کنترل کنی تا 19 اینچ. سرنه میخوره و انجین دیزاین داره. 3 تا یو اس بی ای داره، یه دونه هم تایپ سی داره که تایپ سی وصل میشه. کنترل پنل داره و اینطوری سنگینه. 1 کیلو وزنش. 1 کیلو. میخوای بگی؟ چه کنم؟ میخوای بگی 1 کیلو وزن. نه. خب آقا این چه خوشگله، چه خیلی خوشگله. آره اون مار برند میمو که گفتم اینجوری سیستمش یه فن داخل داره ولی یه دونه محافظ داره که از بغل هوا رو میده، باعث میشه مستقیم اینقدر قویه مستقیم باد میزنه، باعث میشه چیزت خراب شه، لپتاپت خراب شه ببین فناش. ولی خب این از بغل میزنه اینطوری باد میزنه. اول RGB شو بگیم. قرمز، سبز، آبی، اوه RGBش متنوع خوبه. خب آروم زیادش کنیم. رو 600 تا اینقدر صدا میده. مسافرین محترم، پرواز 741 به مقصد گموریا. کیفیت فنش خوبه ولی صدایی که داره خیلی ناهنجاره. حالا خیلی دیگه زیاده دیگه. این قشنگ باد میبره آدم، موها منو باد میزنه به سر تو. ما تست گیمینگ اینو به زودی براتون انجام میدیم. خار لپتاپ گاهیدش. آقا دیگه سیکتیر کنیم تا درودی به درود. نه به درود. تا درودی به درود. نه درود.